سه زویر از تاجیکستان را که در مراسم حج به علت گرمای شدید ففتیدند در عربستان سعودی به خاک سپردند. در این باره روز 21 یونیو سال 2024 در کمیته دینی تاجیکستان خبر دادند. بنا به معلومات این نهاد که امور به حج فرستادن زایران از تاجیکستان را نیز در دست دارد، زایران هلاک شده از شهرهای دوشنبه و خوجند و یکی دیگر از ناحیه فرخار بودند. در همین حال خبرگزاری فرانسوی فرانس پرس خبر داد که شماره قربانیان گرمای طاقت فرسا در مکه و مدینه از 1000 نفر گذشته است. اکثر آنها زایران از کشورهای گوناگون به مراسم حج آمده، از جمله 659 نفرش از مصر بودند. فرانس پرس در گذشته گفت در جریان حج که امسال در عربستان سعودی در شرایط گرمای شدید دایر شد، بیش از 1000 نفر جان باختند. این رقم نتیجه حساب کتاب معلوماتی است که فرانس پرس از کشورهای گوناگون جمع آوری کرده است. به گفته یک دیپلمات عرب، در بین زایران مصری باز 58 نفر فوتیدند و در نتیجه شماره حاجیان مصری در جریان مراسم حج فوتیده به 658 نفر رسید. از این شمار 630 نفرش غیر قانونی به حج آمده بودند. در همین حال در کمیته دینی تاجیکستان گفتند که بازگشت اولین گروه‌های زایران تاجیک بعد انجام مناسک حج الکی 23 میلیون آغاز می‌یابد. امسال از تاجیکستان حدود 7000 نفر به حج سفر کردند. این نظر به سال‌های قبل بیشتر است. گرمای شدیدی که هفته روان در روزهای انجام مراسم حج در عربستان سعودی حکم فرما شد، باعث هلاکت صدها حاجی و در بیمارستان‌ها بستری شدن تا 3000 زایر دیگر آفتاب زده گردید. روز دوشنبه 18 یونیو سال 2024 به گفته هواشناسان حرارت هوا در مکه طبق جدول سلسی تا 51 درجه رسید. روز سه شنبه 19 یونیو هوا در اینجا یک کمی سلخن‌تر همگی تا 47 درجه گرم شده است. بنا به آمار رسمی وزارت حج عربستان سعودی سال 2024 برای ادای مناسک حج از 10 کشور دنیا بیش از 1,600,000 نفر به مکه و مدینه آمدند. بر علاوه 220,000 نفر از ساکنان خود عربستان سعودی نیز به حج آمدند.